درود بر شما خانوم ها و آقایون محترم. به استادیوم خوش اومدین. لطفاً با من همراه باشین. روز گذشته رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های آسیا در گروه‌های مختلف انجام شد. پرسپولیس در ریاض با نتیجه 0-0 مقابل تیم النصر 10 نفره متوقف شد و در تهران سپاهان اصفهان مقابل نیروی هوایی عراق با نتیجه 1-0 به پیروزی رسید. قبل از اینکه به نحوه صعود پرسپولیس و سپاهان از گروهشون بپردازیم، سری به حواشی این دوتا مسابقه بزنیم. علیرضا بیرانوند بعد از مسابقه دیشب با منتشر کردن پستی از رونالدو به خاطر مصدوم کردنش عذرخواهی کرد. یکی از مهمترین صحنه‌های بازی در نیمه دوم رخ داد و اون برخورد بیرانوند با رونالدو بود که باعث مصدومیت این بازیکن شد. رونالدو در دقیقه 77 در حالی که از ناحیه گردن احساس درد می‌کرد، تعویض شد. روزنامه سعودی اسپورت با تیتر عذرخواهی ایرانی از کریستیانو رونالدو نوشت: علی بیرانوند سنگربان پرسپولیس بعد از بازی پستی منتشر کرد و از رونالدو به خاطر مصدوم کردنش عذرخواهی کرد. بیرانوند در این پست نوشت: امیدوارم که مشکلی برای تو به وجود نیامده باشه. اتفاق جالب دیگه‌ای که دیشب رخ داد واکنش ستاره فوتبال جهان به تصمیم داور بازی پرسپولیس النصر بود که سوژه رسانه‌های ورزشی جهان شد. بهترین گلزن فوتبال ملی جهان یک بار دیگه زیبایی فوتبال رو نشون داد. در دقیقه دوم بازی شبکه‌های تلویزیونی پخش کننده این دیدار صحنه بدیعی رو به نمایش گذاشتند. لحظه‌ای که رونالدو از داور مسابقه خواست که یک ضربه پنالتی به سود تیمش اعلام نکنه. و اما واکنش‌های جهانی به این حرکت رو با هم مرور می‌کنیم. رسانه یورو اسپورت نیوز خیلی مختصر و مفید نوشته: محترم. بلیچر ریپورت هم در یک توییت اقدام به توضیح رفتار جوانمردانه رونالدو کرد و با گذاشتن ایموجی تشویق به این اتفاق واکنش نشون داد. رسانه گل، ترانسفر فوتبال، ابولا، مارکا و خیلی از رسانه‌های دیگه از این حرکت فوق ستاره پرتغالی فوتبال جهان تقدیر کردند. اما بازی سپاهان و نیروی هوایی عراق هم کم حاشیه نداشت. حدود 4000 هوادار سپاهان به ورزشگاه آزادی اومده بودند تا این بازی رو از نزدیک تماشا کنند. همچنین 1000 هوادار عراقی برای تشویق نیروی هوایی به استادیوم اومده بودند. تو لحظات پایانی نیمه اول، محمد جواد حسین نژاد بازیکن جوان سپاهان با یک خطای سفت و سخت از بازی اخراج شد. او البته با چشمان گریان بازی رو ترک کرد. بعد از این اتفاق بازی شکل درگیرانه تری پیدا کرد. تو چند صحنه بود که بازیکنان دو تیم نزدیک بود درگیر بشن، اما حضور داور مانع این درگیری شد. البته طی این تنشایی که تا آخر بازی هم ادامه داشت، در نهایت هادی محمدی به علت درگیری شدید با یکی از بازیکنان از زمین مسابقه اخراج شد، اما توسط هواداران مورد تشویق قرار گرفت. البته یه صحنه جنجالی و عجیب دیگه هم بود که کمتر رسانه‌ای بهش توجه کرد. اونم لحظه گلزنی فرشاد احمدزاده بود که توپ رضاییان رو تبدیل به گل کرد. توپی که خود به خود تبدیل به گل میشد، اما تو لحظه آخر احمدزاده با یه ضربه محکم اونو به تور دروازه چسبوند که باعث ناراحتی رامین رضاییان شد، چرا که اینطوری گل به اسم احمدزاده ثبت شد، نه رضاییان. و اما سپاهان و پرسپولیس چگونه صعود میکنند؟ تو هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا و در روز نخست دو نماینده ایران موفق شدند نتایج مناسبی کسب کنند. سپاهان میزبان 3 امتیاز کامل صید کرد و پرسپولیس میهمان 1 امتیاز. به این ترتیب اگرچه پرسپولیس و سپاهان شانس صدرنشینی رو از دست دادن، اما با این نتایج احتمال صعود خودشون به عنوان بهترین تیم دوم رو در اختیار دارن. با توجه به افزایش تیم‌ها در فرمت کنونی لیگ قهرمانان آسیا، از بین 5 تیم سوم 3 تیم برتر در جدول مرحله حذفی قرار می‌گیرند و به همین دلیل موقعیت دو نماینده ایران نیز پیچیده شده. سپاهان تیم اول جدولشه که با یک بازی بیشتر نسبت به نوفاخور در صدر قرار داره. البته با توجه به تعداد بازی بیشتر سپاهان و همچنین دیدار دشوار هفته پایانی مقابل الاتحاد، سپاهان کار سختی برای تثبیت این جایگاه داره. پرسپولیس با کسب 1 امتیاز ارزشمند از دیدار با النصر عربستان موفق شد به رتبه دوم صعود کنه. پرسپولیس در هفته پایانی رو در روی الدحیل قرار میگیره. سرخپوشان 8 امتیاز دارن و تفاضل گلشون هم مثبت 1.
سپاهان با یک تساوی 11 امتیازی میشه و با توجه به تفاضل مثبت 9 در هر حالتی صعود میکنه، مگه اینکه نوفاخور، پرسپولیس و اشارجه با نتایج پرگل حریفاشونو ببرن. نوفاخور هم با یک تساوی به مرحله بعدی خواهد رفت، مگر اینکه پرسپولیس با 6 گل و شارجه با 7 گل بتونه حریفاشو شکست بده که دور از ذهنه. پرسپولیس با یک تساوی به مرحله بعدی صعود میکنه، مگر اینکه پاختاکور هر دو بازی خودشو ببره و اشارجه الفیصلیو شکست بده. به عبارتی احتمال صعود پرسپولیس با تساوی بسیار کمه. پرسپولیس در صورت پیروزی مقابل الدوحیل شانس خوبی برای صعود داره و اونها در صورتی که اشارجه با یک تفاضل گل بهتر الفیصلیو نبرند به مرحله بعدی صعود خواهند کرد. در کل و در صورتی که پرسپولیس بتونه الدوحیل رو شکست بده، به احتمال بسیار زیاد به مرحله بعدی صعود میکنه و سپاهان نیز با یک تساوی همچون پرسپولیس در عربستان راهی دور حذفی خواهد شد. و اما روز گذشته یک اتفاق جنجالی ورزشی دیگه هم در تهران رخ داد و اون برگزاری مسابقات آسیایی زنان در ورزشگاه انقلاب، اون هم با حجاب اختیاری بود. ورزشکاران زن خارجی با پوشش جهانی 2 میدانی رقابت کردند. مسابقات قهرمانی 2 میدانی ناشنوایان آسیا به میزبانی تهران در حال برگزاریه. در این مسابقات مردان 7 کشور رقابت می‌کنند و در رقابت زنان هم نمایندگان ژاپن و قزاقستان با حریفاشون مسابقه میدن. نکته عجیب این مسابقات حضور دختران ورزشکار خارجی با پوشش جهانی و استاندارد این رشته است. اونم در حالی که همزمان زنان ایرانی با حجاب اسلامی مشغول دویدنن. همچنین گفته میشه که داوران و مسئولین مرد خارجی و ایرانی در ورزشگاه نیز حضور دارند. در این تصویر ورزشکار زن قزاقستانی در ماده پرش ارتفاع رو مشاهده میکنید که غیر پوشیده و با لباس جهانی این رقابت‌ها با موفقیت از مانع 170 سانتی متری عبور میکنه. بعد از این اتفاق عجیب، رئیس فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان طی مصاحبه اعلام کرد که هیچ موجود نری، یعنی هیچ آقایی در ورزشگاه انقلاب حضور نداشت و ما از این موضوع کاملا مطمئن بودیم. حتی گوشی‌ها و دوربین‌ها همه ضبط و شرایط کاملا تحت کنترل بود. البته این توضیحات به درد وزیر ورزش نخورد و با فشارهایی که روی ایشون بود، سرانجام طی حکمی ضربتی رئیس فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان را از کار برکنار و شخص دیگه یا به جای ایشون گذاشت. با سپاس از شما همراهان گرانقدر کانال استادیوم. لطفاً با سابسکرایب، لایک و کامنت کانال خودتون رو حمایت کنید. تا خبر بعدی، بدرود.